ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони каломи бадӣ. Инак барномаи навбатии Шакаристонро бахшида ба 700-солагии хоҷа Камоли Хуҷандӣ оғоз мекунем ва имрӯз ҳам мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки як ғазали ноби ин шоири шаҳирро барои шумо тавзеҳ дода бошем. дӯстони азиз, имрӯз низ дар меҳмонии барномаи Шакаристон дӯсти арҷманди мо, донишманди маъруф, адабиётшинос Тоҷибой Султонзода ҳастанд ки ман эшонро ба барнома хайрамақдам мегӯям. хуб дӯстони азиз, алон чун анъана мо ғазалеро ҳамроҳ мешунавем ва баъди он ба таҳлилу тафсири он мепардозем. علم و تقوا سر به سر دعویست، معنا دیگر است. مرد معنی دیگر و میدان دعوا دیگر است. عاشق ار آمد به کویش دنیی و عقبا نخواست، جانب تور آمدن مقصود موسی دیگر است. حسن مهرویان چی میماند بر روی یار ما؟ پرتو مه دیگر و نور تجلی دیگر است. از درش تا روضه فرق است، از زمین تا آسمان. خاک این کو دیگر و فردوس اعلی دیگر است. گرچه پرهیز از بهشت و حور هست از شرع دور، در روایت دیدم این فتواست تقوا دیگر است. چشم بر فردا منه چون زاهدان دیدار را، برکشا امروز چشم کار اعمی دیگر است. گر دلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال، کز شکستی جام مجنون قصد لیلا دیگر است. خب دوستانی عزیز، غزل رو شنیدیم و این لحظه من میخواستم همراهی ادبیاتشناس توجیبای سلطانزاده کوشش بخرجیم تا این غزل رو بیت به بیت تحلیل کرده باشیم. خب شما آماده هستید؟ خب بیت اول: علم و تقوا سرپسر دعویست، معنا دیگر است. علم و تقوا سر به سر دعویست، معنا دیگر است. مرد معنی دیگر و میدان دعوا دیگر است. تشکر. این غزل هم از قبیل آن غزل های شیخ کمال است که بیشتر جنبه عرفانی دارد و در غزل مذکور هم معنی هایی که ارتباط دارند با ظاهر، یعنی معنی های ظاهری و معنی های باطنی در کنار هم آمدند. یعنی هم اندیشه های عرفانی شیخ کمال خوجندی و هم اندیشه و برداشت های از زندگی واقعی در همین غزل در آمیزش و در پیوستگی بیان شدند. البته وقتی ما درباره کلمه تقوا فکر میکنیم، معنای لغوی این کلمه گوشه نشینی به خاطر ریاضت و عبادت می باشد و شیخ کمال میگوید که علم تقوا سر به سر دعویست، معنا دیگر است. یعنی اشاره به مانند اکثر غزل های شیخ کمال اشاره به زاهدان ریاکار و ظاهربین است که ایشان رو مخاطب قرار می دهد و می گوید علم تقوا یعنی گوشه نشینی این تنها دعوا هست و اصلی معنا دیگر هست.
و در مصرع دوم مرد معنی دیگر و میدان دعوا دیگر است. مراد از مرد معنی شخصی صاحب خردمند شناس، خردمند صاحب نظر، داننده روز، اهل عرفان و تصوف ارزیابی می‌گردد و کمال راجع به این معنی در غزلیات خود بارها اشاره کرده است و در کلمه مرد معنی یا معنی شناس را زیاد استفاده برده است که ما میتوانیم به یک بیت بسیار معروفی کمال اشاره کنیم. میگوید که تو تا صورت پرستی اهل معنی را چی میدانی؟ به چشم اهل معنی میتوان دید اهل معنا را. یعنی چنان که میبینیم اینجا هم بحثی معنی و صورت بیان یافته است و معنی بیت مذکور همین گونه خواهد بود که یعنی انسان نباید با عملهای ظاهری خویش را محرم راز نشان دهد، اهل سیر اهل اسرار نشان دهد. ظاهر پرستی و نشان دادن تقواداری ظاهری این تنها یک دعوا هست، یعنی دعوا هست، ادعا هست، باقی چیزی نیست و مردان این راه از راه باطن به اصل حقیقت راه می جویند. مردانی که در راه معنی قدم می نهند از راه ظاهر به باطن برای خود راه می جویند و میدان دعوا هم برای آنها دعوای ظاهری نیست. و در مجموع اینجا بحثی ظاهر و باطن است، علم تقوا و مرد معنی میدان دعوا به همدیگر در تناسب قرار دارند و در مجموع یک بحث اینجا بیان گردیده است که بحثی صورت و معنی است، یعنی درک ظاهر و درک باطن. بله، یعنی مطلع غزل علاقه به ما میگوید که کمال خوجندی در غزل مسخور سخن از عالم باطن و عالم ظاهر دارد. خب میگذاریم به بیت دوم. عاشقر آمد به کویش دنیی و عقبا نخواست. عاشقر آمد به کویش دنیی و عقبا نخواست، جانب تور آمدن مقصود موسی دیگر است. ولی خوب این بیت هم ارتباط دارد با بیت اول و در اینجا کلمه هایی که اندکی نیاز به شرح دارند. این کلمه دنیی و عقبا، کلمه دنیی یعنی دنیای ظاهر چنانه که در بالا تاکید شد می باشد و عقبا آخرت، یعنی دو دنیا و همدیگر در مقایسه قرار دارند، دنیای ظاهری و عقبا. و همچنین در بیت مذکور اشاره به داستان حضرت موسی هست و به این داستان بسیار معروف است، در ادبیات ما زیاد استفاده شده است. به جانب کوه طور به خاطر دیدار خداوند رفتن حضرت موسی و شیخ کمال خوجندی از همین تلمیح، یعنی از همین داستان برای همین بیت معنی میجویند و میگویند که عاشقر آمد به کویش دنیی و عقبا نخواست. اگر عاشق به کوی دوست داشته به کوی دوست آمد و به خاطر دنیا و به خاطر آخرت نآمده است. چنانه که به جانب کوه طور آمدن حضرت موسی هم یعنی مقصود موسی هم از آن که به جانب طور آمد تنها دیدن طور نبود، مقصد دیدار بود. و اینجا مراد از طور ظاهری اشیا هست، یعنی تنها همین کوه دیدن نبود بلکه مقصد دیدار بود. و معلوم است که وقتی حضرت موسی به نزد کوه طور آمدند و به دیدار خداوند شتافتند، از آنجا ندا آمد که به کوه نگاه کن، اگر کوه تابی تحمل تجلی ما رو دارد پس تو میتوانی ما رو ببینی. و خوب این داستان چنانکه تاکید شد داستان مشهور است و شیخ کمال از همین داستان معنی جویی میکنند و خلاصه بیت همین گونه میشود که واقعا عاشق حقیقی اگر روی به درگاه خداوند به درگاه دوست آورد، نه به خاطر پاداش است بلکه مقصود او دیگر است. چنانچه با کوه طور آمدن حضرت موسی هم به خاطر دیدار بود، نه به خاطر چیز دیگر. بله، اینجا البته بیت دوم یک اندازه بیت اول را توضیح داده است، توضیح پوره کرده است. بله، خوب میگذاریم به بیت سوم. اینجا کمال خوجندی میگوید حسن مهرویان چی میماند بر روی یاری ما،
حسن مهرویان چی میماند بر روی یار ما پرتوی مه دیگر و نور تجلی دیگر است. بله اینجا هم بسیار یک این بیت در کمالی هنر مندانه در کمالی هنر سروده شده است و اینجا بین کلمه های مهرویان یار ما پرتوی مه و نور تجلی یک نوع تناسبی قرار دارد و چنان که در بیت های بالا هم بین دنیی و اخبار صورت و معنا همین گونه یک تناسب وجود داشت. در این بیت هم مقایسه بین مهرویان و یار ما مهرویان و یار ما یکی یعنی جنبه ظاهری دارد و دیگری جنبه باطنی و خوب تجلی یعنی آشکار شدن جلوه کردن هست. در این بیت پرتوی مه دیگر و نور تجلی دیگر است. ما در داستان تجلی نور حق به کوه طور چنان که در بالا ذکر کردیم همین معنی هم در همین جا در نظر داشته شده است و باید گفت که اینجا پرتوی مه و نور تجلی گفته ایستاده است. برای چی نور تجلی اینجا ذکر شد یا دیگر همین کلمه نور به دیگر معنی آورده نشد؟ این به خاطر آن است که وقتی که ما درباره ماه اندیشه میکنیم ماه نور دارد اما آفتاب پرتو شعاع دارد. یعنی اگر ما از دیدگاه معنی شناسی دقیق تر توجه کنیم یعنی روشنایی که از ماه بیرون می شود اون رو نور می گویند و از آفتاب البته نور نیست، این روشنایی هست و از این خاطر پرتوی مه و نور تجلی رو ذکر کرده است. یعنی اینجا مقایسه هم هست. یعنی بله مقایسه هست روی اصلی یار و روی مهرویان. بله. چی هست از بس که اینجا هم اگر ژرفتر نگاه کنیم یعنی مقایسه ظاهر و باطن. بله مقایسه ظاهر و باطن هست و از بس که نوری که از ما مشاهده میکنیم این عکسی یعنی روشنایی آفتاب است. از این لحاظ نوری که از ماه بیرون می آید این نور خود ماه نیست بلکه این عکسی آفتاب است و از این خاطر حسن مهرویان چه میماند برای یار ما گفته ایستاده است پرتوی مه دیگر و نور تجلی دیگر است. یعنی حسن مهرویان یعنی معشوقان خوبان زیبارویان این یک نوع پرتوی از نور یار ما است میگوید و این دو مصرع هم دیگر رو پوره میکند و در مجموع حاصل باید همین گونه صورت میگیرد که یار ما بی‌نظیر و بی‌مانند هست و روی او را با حسن مهرویان زمینی قیاس کردن نشاید. این چنین پرتوی مه تنها انعکاس انوار چنانی که تاکید کردیم این انعکاس انوار آفتاب است ولی نور تجلی یعنی اصل کون و مکان عالم است. ولی خوب میگذاریم به بیت دیگر. کمال خوجندی میگویند از درش تا روضه فرق است از زمین تا آسمان. از درش تا روضه فرق است از زمین تا آسمان خاک این کو دیگر و فردوس اعلی دیگر است. بله اینجا هم باز هم در همین طریق مقایسه باید سازمان یافته است از درش تا روضه فرق است از زمین تا آسمان. ما باید دانیم که از درش یعنی در کی اینجا باز هم معشوقه شیخ کمال دوست مراد است که از در دوست تا روضه به معنای باغ بهشت است. از در دوست تا روضه یعنی فرق از زمین تا آسمان است. فرق از زمین تا آسمان چنان که خاک این کو دیگر و فردوس اعلی دیگر است. یعنی خاکی کوی دوست دیگر است و فردوس اعلی یعنی بهشتی بر این جنت یا اینکه باغ بهشت این دیگر است و معنای بیت همین گونه است که از درگاه دوست تا باغ بهشت فرق از زمین تا آسمان است زیرا خاکی کوی دوست از فردوس اعلی تفاوت دارد یعنی فرق میکند یعنی بهتر هست بالاتر گذاشته شده است. باید گوییم که فردوس اعلی در شعر کمال به طرزهای گوناگون افاده یافته است. شیخ کمال میگوید که بگذشت کمال از ایرم و روضه فردوس تا راهی گذر یافت به خاک سر کوی یعنی خاک سر کوی رو هم از روضه فردوس در اینجا بالا گذاشته است. و در بیت مذکور که ما مورد شرح و توضیح قرار داده ایستادیم مراد از درش از در دوست تا روضه یعنی فرق از زمین تا آسمان میگوید و خاک کوی دوست رو از فردوس اعلی هم یعنی بالاتر میگذارد و
در جای دیگر هم شیخ کمال با اشاره به فردوس میگوید که ناصحا دعوت مکن ما را به فردوسی برین که آستان همت صاحب دلان زان برتر است. یعنی بالاتر است. آستان دولت صاحب دلان از فردوسی برین، یعنی از فردوسی اعلی بالاتر است. پس البته چنانه که مشاهده میگردد در نتیجه قیاس شاعر معشوقه حقیقی را از اون عالم ظاهر بالا میگذارد و در همین مقابل گذاری حتی خاکی کوی دوست را از فردوس اعلی هم بالاتر نشان داده است. خب اینجا البته خاکی کوی دوست، اینجا دوست به معنی آفریدگار است، به معنی آفریدگار است. ولی من اینجا میخواستم به هر حال اون مطلبی که شما اینجا بیان کرده 100% شرح و توضیحی که شما کرده درست است، ولی من همینجا هم بینندگان هم توجه شما رو به یک چیز میخوام جلب کنم که این هم وابسته است به هنری بیانی خواجه کمال خوجندی. وقتی که ما میخونیم که از درش تا روضه فرق است، از زمین تا آسمان، خاک این کو دیگر و فردوس اعلی دیگر است، در مجموع از همین بیت مقرر کردن دشوار است که کمال خوجندی در همین بیت خاکی در دوست رو بالا گذاشته ایستاده است یا فردوس برین را. نمیخواد؟ یعنی ببینید نازکی شعر کمال خوجندی در همین است. حتی در صورتی که شما گفتید که من این خیلی مثلا بها دادن ممکن است که نظر کردن ممکن است که در صورتی که ما خاکی کوی دوسته از فردوس اعلی بلند دانسته شرح داده. ولی اینجا ببینید اینجا میگوید که خاک این کو از درش تا روضه فرق است، از زمین تا آسمان. اینجا ببینید که از زمین تا آسمان وقتی که میگوید بله در دوست زمین روضه آسمان گفته است. بله بله. یعنی یک دوخورگی است که شاید که نمیدونم اینجا یک چیز، لیکن البته مطلب اون مطلب است. یعنی از روضه ریزوان تا کوی چی است؟ مثلا این چیز بسیار است. مثلا روزداران ماهی نو بینند و ما ابروی دوست. وقتی که کمال خوجندی میگوید اینجا هم مطلب چی؟ روزداران اگر ماهی نو ببینند، لیکن ما در اون ماه ابروی دوست میبینیم، ابروی خداوند میبینیم، آفریدگار میبینیم. میخوام بله در حقیقت اینجا هنری من میخواستم اینجا همین اصول بیانی کمال خوجندی که میتواند خواننده اونی که میخواد به معنی اصلی شعر کمال خوجندی روی بیارد یک اندازه رهگم میزنه. برای اینجا باز هم همون هنری بسیار والای شیخ کمال خوجندی و بسیار با نزاکت بیان کردن معنی اینجا احساس می‌گردد. یعنی اینجا در ادبیات شناسی این را صنعت ایهام میگویند که خواننده رو به گمان میبرد و اینجا چون که شما یک معنی دیگر رو از دیدگاه خودتون اینجا بیان کردید، ما میتوانیم همه خیلی مسئله گذاری کنیم که معنی دور و معنی نزدیک. بله. یعنی امکان دارد یک معنی نزدیک است، یک معنی دور. بله. خوب میگذاریم به بیت دیگری خواجه کمال خوجندی از این غزل. کمال خوجندی میگوید گرچه پرهیز از بهشت و حور هست از شر دور، گرچه پرهیز از بهشت و حور هست از شر دور، در روایت دیدم این فتواست تقوا دیگر است. بله این هم ادامه این ابیات بالا هست. یعنی پرهیز به معنای دوری جستن از کسی یا چیزی و بهشت و حور برای ما معلوم هست. حور دو چیزه بهشتی و شریعت است. یعنی پرهیز کردن از بهشت و حور از شر دور است. یعنی کسی که ایمان دارد البته از بهشت و از حور، یعنی از اون اندیشه هایی که در جهان شناسی اسلامی بیان شده‌اند خود را دور نمیگیرد، ولی میگوید در روایت دیدم این فتواست تقوا دیگر است. فتوا اینجا به معنای حکم شرعی اوید به یگان مسئله دینی از طرف قاضی، فقیه یا اینکه مفتی بیان میگردد. اونی که خوب فتوا میدهد یا مفتی است یا قاضی است یا فقیه است و مجازاً اینجا به معنای اجازت است. یعنی گرچه پرهیز از بهشت و حور هست از شر دور، در روایت دیدم این فتواست. این تنها یک فتوا هست، یعنی حکم شرع است، اما تقوا یعنی پرهیزکاری این تماما چیزی دیگر است. میگوید شیخ کمال یعنی اگرچه پرهیز کردن از بهشت و حوران بهشت و آنچه با بهشت ارتباط دارد از طریق شریعت دور می نماید، ولی من در روایت یعنی در کتاب ها خوانده ام که این مسئله تنها فتوا است،
اما اصل تقوا یعنی اصل خداترسی خداشناسی چیزی دیگر است میگوید شاعر. خب یعنی اینجا هم البته ادامه همون فکر است، ادامه همون اندیشه ها است. خیلی خب میگذاریم به بیتی دیگر. شاعر میگوید چشم بر فردا منه چون زاهدان دیدار را، برگشا امروز چشمه کار اعمی دیگر است. هم یکی از بیت های بسیار هنرمندانه گفته شیخ کمال است. البته ما هم اینجا می توانیم بیت را از دو دیدگاه مطالعه کنیم، یعنی به خصوص مصرع اول که چشم بر فردا منه چون زاهد آن دیدار را یا چون زاهدان دیدار را. یعنی آن دیدار رو وقتی که میگوییم یعنی دیداری که موعود هست. و خوب اگر ما با سری معنی اندیشه کنیم این بیت در رویه عمومی اندیشه رانی های شیخ کمال خوجندی بیان گردیده است و در مذمت زاهد است که کار بیهوده میکند و نامش هم اینجا ذکر شده است. چشم بر فردا منه چون زاهدان دیدار رو، یعنی با امید فردا چشم رو بر فردا مدوز و مثل زاهد و امید دیدار منشین، زیرا زاهد با امید دیدار فردا منشیند و زهدی ریایی میورزد و تا اینکه به دیدار حق برسد. شاعر میگوید مثل زاهد به امید دیدار فردا منشین و چشم در راه مباش، تو چشم ظاهر رو نه بلکه چشم باطن رو کشو. برکشو امروز چشم، یعنی چشم باطن، چشم حق بین، حقیقت بین رو باز کن که اعما نمیتواند حقیقت رو مشاهده کند. اینجا میتواند باشد که همین مراد از اعما باز هم زاهد باشد، یعنی تو چشم حقیقت بین خود رو باز کن، زیرا زاهد کار اعما دیگر است. کسی که چشمش اعما هست، کور هست، نمیتواند یعنی چیز رو ببیند و همچنین میتواند اندیشه دیگر هم اینجا بیان شود که تو امروز چشم حقیقت بین رو کشو که به چشم نگریستن، یعنی حقیقت رو پیش چشم تو باز میکند. اینجا ما اگر کار اعما دیگر است رو به معنای نگاه ظاهری نباشد، هم با نگاه باطن دیدن چیزی اگر معنی داد کنیم، البته این معنی دوم خواهد بود، معنی که خیلی از ذهن دور هست ولی میتواند همین گونه هم باشد. پس در مجموع یعنی بحث همون ادامه بحثی صورت و معنی هست که اون رو از عالم معنی، از صورت و معنی، از روضه و فردوسی برین یک باره به شخصیت هایی که در شعر کمال خوجندی، در اکثر غزل های کمال خوجندی ما مشاهده میکنیم به همونجا این بیت برگشته است و بین و اشاره به زاهد که یکی از قهرمان های غزلیات شیخ کمال هست برمیگردد و مانند زاهدان چشم بر راه مباش و امیدوار مباش، تو چشم بکشو و عالم رو به دیده باطن بین نگاه کن، به دیده ظاهر بین نه، زیرا کار اعما دیگر است. کار آنهایی که به دیده ظاهر می نگرند کار آنها دیگرگونه است. یعنی همین گونه از این بیت معنی بیرون کردن ممکن است. چو همدمی بادی سحر شود، حالی دلم ز زلف تو آشفته تر شود. یار یارم تا عقل خورددان نبرد ره بنستی، مشکل که از دهانی تو هجش خبر شد. یار یار بوی خوشت چو همدمی بادی سحر شد. یار یار
تو چی گویم کی وصفی آب گر بر زبان خام رود نیشکر شود عکسی جمال در قدحی می فکن کی گل عکسی جمال در قدحی می فکن کی گل خوب است چون در آب فتد خوب نشد بوی خوشت چون دمی بادی سحر شود بر آستانت سجده شکر آرم مرا آرم مرا یار یار روز از آن مقام جالی گذر شود یار یار از زلفی و سخن به درازی کشد کمال از زلفی و سخن به درازی کشد کمال وصفی دهانش کن که سخن مختصر شود ای یار یار بوی خوشت چو همدمی بادی سحر شود میگذاریم به مقطع غزل امروزه. شاعر میگوید گردیلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال گردیلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال که شکستی جام مجنون قصد لیلا دیگر است. بله این بیت جنبستی هست که اینجا اشاره به داستان لیلی و مجنون هم هست و این رو در ادبیات شناسی صنعتی تلمیح میگویند که اشاره به حادثه و واقعه هست. گردیلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال. اینجا شکست دل شکستگی و مستی یعنی دل شکسته بودن این خلاف مستی است که شور و شعف و خرسندی و شادی است. و شیخ کمال میگوید گردیلت بشکست دلبر اگر دلبر دلی تو را شکست تو مستی افزون کن یعنی شادی و خرسندی زیاد کن و اشاره میکند به داستان لیلی و مجنون و این روایت بسیار مشهور هست و در منطق الطیر شیخ عطار نیشاپوری هم زیلی همین یک حکایت ذکر می شود که زمانی که لیلی برای بیچارگان برای گرسنگان غذا تقسیم میکرد و مجنون هم به خاطر دیدار لیلی به همون صف پیوست. وقتی که نوبت به مجنون رسید لیلی کاسه مجنون را از دستش گرفت به او یک نگاه کرد و اون کاسه را به زمین زد کاسه پاره شد و به دیگر کس باز هم غذا را تقسیم کردن گرفت اما از این مجنون رو افتاده نشد برعکس خرسند شد و آنقدر شادی و نشاط در وجودش پیدا شد که به خودانه به سوی صحرا دوید و از مجنون پرسیدند که لیلی کاسه تو رو شکست تو برای چی اینقدر خرسندی میکنی؟ مجنون در جواب گفت که از میان همه آنقدر آدمانی که در نوبت غذا می ایستادند لیلی تنها کاسه مرا شکست و این بیانگری توجه لیلی به من هست یعنی از تنها به من توجه دیگر ظاهر نمود و شیخ نظامی هم در داستان‌های خویش میگوید اگر جام مرا بشکست لیلی اگر با دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست لیلی به همین معنی است یعنی اگر دلبر دلت را شکست دل مشو بلکه شوق و شور و مستی را زیاده کن زیرا دلبر اگر کاسه مجنون را شکست این تنها نشان بیرحمی او نیست بلکه از این میتوان معنی دیگر را چنان که اینجا ذکر کردیم بیرون کرد. یعنی در مجموع اگر ما به غزل مذکور نگاه کنیم
سراپا از مقایسه هست، از طریق مقایسه ذکر کردن معنی ها هست، از بحث صورت و معنی. همه این مطلب ها از بحث صورت و معنی سرچشمه گرفتند تو به پایان غزل، یعنی به عالم معنی، به عالم ظاهر اشاره گردید و حکمت های عرفانی در ضمن همین غزل بیان گردیدند. خب هزار تشکر. خب دوستان عزیز، ما امروز یک غزل را همراه ادبیاتشناس معروف تاجبوی سلطانزاده شرح و توضیح دادیم. فکر میکنم که از امروزه برنامه برای خودتان چیزی برداشتید. دوستان عزیز، در همین جا برنامه شکرستان را که به 700 سالگی خواجه کمال خوجندی بخشیده شده از خاتم میبخشیم تا برنامه های دیگر با شعر کمال و غزل های دلنواز او بمانید.